سلام كمسك الختام. برای کسانی که دختر دارند یا دختر انتظارند و یا دخترند. به نام خداوند بخشنده و مهربان. در قرآن سوره به نام مردها نیست، ولی سوره زنها هست. در فن شعر و بلاغت مردها به شیر و پلنگ تشبیه می شوند، اما دختران گاها به ماه و گاها به گل. چون از مقام فاطمه پرسیدند، پدر بزرگوارش صلی الله علیه و سلم گفتند: پاره از وجودم است، هرچی او را ناراحت کند مرا نیز ناراحت می کند. مرد اگر 100 خانه هم خرد یا سازد، کسی نمی گوید که خانه‌دار شده است، اما چون دختری را به زنی گیرد، حتی در خانه اجاره هم باشد می گویند خانه‌دار شده است. مردان باید اعتراف شویم که خانه و مال و قصر بدون زن در حکم عدم است. زن پیامبر نشده است. سببش را می گویند که او ضعیف است و تحمل سختی ها را ندارد. صحیح است، اما شاید خداوند نخواسته که او چون پیامبران از مردم تهمت ها شنیده آزرده خاطر شود. مریم پیامبر نبود، اما پیامبر زکریا علیه السلام در خدمت او بود. بله، زنان پیامبر نشده اند، ولی پیامبران در آغوش گرم آنها به وایه رسیده اند. اگر یوسف علیه السلام خواهر می داشت، نمی گذاشت برادرانش او را در چاه بیابان اندازند، بلکه در چاه قلبش او را پنهان می کرد. برادرانش برای او چاه صحرایی خواستند، ولی اگر خواهر می داشت، برایش جاه پادشاهی می خواست. اگر یوسف علیه السلام خواهر بزرگ می داشت، چون خواهر بزرگ موسی علیه السلام به جستجویش می رفت و او را یافته نزد پدر می آورد. گویند امام احمد حنبل را چون از دختر یافتن نفر از یارانش خبر می رسید، می گفت برایش گویید که پیامبران دختردار بودند. اگر دختر نعمت بزرگ نبود، خداوند او را پیش از پسر ذکر نمی کرد. در سوره شورا الله سبحانه و تعالی می فرماید: هر کی را خواهد دختر می دهد و هر کی را خواهد پسر می دهد. برادران نرنجید، بله شما هم بهترینید، ولی در این صورتی که با همسرانتان معامله خوب داشته باشید. این سخن ما نیست، این حدیث است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: بهترین شما کسانی هستند که با همسرانشان خوش معامله باشند. پس بیایید برادران، با معامله خوش با همسرانمان یکی از بهترین ها بگردیم. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.